ناموس تو ما بگم بس نشید نخه ناموس نداری دینا در پیش جرا در پیش همه که اپاجون تا گایدم لیبای نمود اپاجون تا گایدم با هایزی درما در افیرم اگر تو مردک میشتی اینا خه ادپسه میکرد بلاک میکردی من میرفتی فهمیدی. سلام علیکم دوستان عزیز، انشالله که خوبه. در حق ما دوباره فراموش نکنه چقدر که ده دختر تاجیک های یا تاجیک میگم ای اگر پاسپورت امریکانسی هم داشته باشه تاجیکی گفته تاجیکش میگن، اگر پاسپورت ارسی هم داشته باشه تاجیکش میگن به خاطری که تاجیک های. بعد من میخی بچه ها را گفتنیم که همین خیتا راست میگه، همین خیتا راست میگه که در توای خیلی دیوز شدگی به عقلی همی توپا شدگی که این میاره شما با قلوی بلند میرسونه. راست میگم ای بدرو یک چیز اسلامی، یک کاری خیره، یک کاری میشدنی تماشا کنه، نخواه که بخیزه این میاره تماشا کنه با یک دردهان تون فسس کرده گفته خودش فلان کنه و همدان کنه کمک ناموس کنه بچه های تاجیگه خیلی یه خیلیش در داخل دوره پتیچکو همی همش بچه های تاجیکن خطان خیزران دستشون خطان نه دستگیریشون کرده سه بینم خیلی حقارت هم میکنم. افسوس که دیگه ملت زبانی ما نمیدونن. بدونه که ما ای دهنای نمیو ای توالت دبادای و میگن که در پدری پدرش نعلت همین زنه که در پدری تربیه کنش نعلت در پدری دهنی برازمیرش نعلت و خیلی اپا تو به عقلی تو حیوانی چی تو آدم یا حیوان ترا آدم زایده یا حیوان ترا پشتی همی خیلی انسانو با کیگه میزنه پشتی همی را کی میگیره با هم تاجیکوی خدمه که مرحمت گب زنه اینا که برای گب زنه ای پشتی همی گب میزدگی که برای کما بینم اخی توالت خواه پشپر کنه دورا ای پشتی کی خیلی گب میزنه ای مادری تاجیگه اپا ای کمکک دهان تسوس که تو پات حرام تو پگه میبریه همه میگو که یه روز یک ویدیو نکنیم نه خیلی حرام روز با روز نمیدونم یو ایچی نمود زود آدمان در جلو اخیر زمان برمدین ای بچه پدر مادر یو حقارتای قبه گپای پست به خاطری که ما همه تماشا میکنیم میگیم که پدر مادری تربیه نداده یا نه که ممکن پدر مادر این انسان باشن که چنین و یا آدم خوب نیست نه که نمیدونم یورا چی میگن همین کردمه که بینش